مسلمانا خامخا امر به معروف بکنین، نهی از منکر بکنین. اگه این کار نکردین خداوند اینطور عذاب سر شما مسلط بسازه که هر قدر خدا را بخواین خدا دعایتان را قبول نکنه. نترسید دوست عزیز مسلمان گرامی، از صفت ایمان تو همیست که ولا یخافون لومة لائم. از ملامتی ملامتگران نباید تو بترسی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. مسلمانا خامخا امر به معروف بکنین، نهی از منکر بکنین. اگه این کار نکردین خداوند اینطور عذاب سر شما مسلط بسازه که هر قدر خدا را بخواین خدا دعایتان را قبول نکنه. نترسید دوست عزیز مسلمان گرامی، از صفت ایمان تو همیست که ولا یخافون لومة لائم. از ملامتی ملامتگران نباید تو بترسی. من تجارب بسیار کافی در این مورد دارم دوست عزیز، شما تجربه دارین. قسم به خداست از امو کسی که از خشونتش، از بداخلاقی و رذالتش همه ترس دارن و تو هم که خوف داری، وقتی که حق به او بگویی به ایمانی او در برابر ایمان تو مقاومت نمیتونه. او ذلیل میشه، او بیچاره میشه، او میپذیره این گپ تو را، گپ حق میپذیره اقلا، اما به شرط ای که تو همین جرأت اخلاقی را بکنی، بگوی همین حق بر از او. من میبینم در موتر یکی به دیگر دشنام میده، فرصت هم بین شام و دیگر است و با یاد کردن الفاظ مادر و چی یکی دیگر دشنام میدن، با خنده هم بدرقه میکنن، یک بار دو بار سی بار. آخر من برش گفتم برادر عزیز اگر دینم یک طرف بگذاریم امی عملکرد و سخنهای شما مخالف اخلاق اجتماعی است. 4 نفر که گرد تو هستیم سر تو حق داریم، نباید سخنی را بگویی که ما ازش اذیت میشیم. و اخلاق روزدار که چونین نیست. تو از روزه نمیبری، از افطار نمیبری، در کنارش دشنام میتی. چی مفهوم داره؟ چیزهای خوب و پاک و نجس همه را یک جا میکنی و مخلوط میکنی. آیا خداوند به این نیاز داره؟ ما میتونیم خدا را فریب بدیم؟ اخلاق روزدار را باید داشت. و او در جواب من میگه که من به خاطر برازی دشنام میتونم که مادر ازی خالم است. این چی مفهوم داره؟ خاله انسان مادر انسان است. وقتی که یک انسان در حق مادر خود نمیتونه حرمت گذاری بکنه، مادری که بعد از خداوند بزرگترین حق او داراست، مادری که جنت زیر پای اوست، مادری که مستجاب دعوات است، نمیتونه حرمت از او را بکنه، این دیگه به چی چیز میتونه حرمت گذاری بکنه؟ نافهمی ما، جهالت ما را کاملا در یک حالت بسیار بدبختی و پستی کشانده که نمیتونیم که اهمیت مادر، اهمیت پدر، احترام مسلمان، حرمت روزه، حرمت عبادت همه از دست ما رفته. این برای چی؟ این جامعه سکوت اختیار کرده در برابر زشتی ها، در برابر منکرات. میترسی، ترس داری. بدترین انسان نزد خداوند انسان جبون در برابر حق است. چرا میترسی؟ میگه باشه از من خفه نشه. اگر من گپ حق برازی بگویم این خفه میشه. وقتی که مقام و عظمت خداوند پیش تو نسبت به همه مقدم نیست، ایمان تو اصلا مطرح نیست. حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله و ولده و الناس اجمعین. تا زمان فرد شما مؤمن کامل بودن نمیتونه که من پیش از او از زن و فرزندش کده، از مال و اولادش کده و از تمامی مردم کده باید محبوبتر و دوستتر باشم. او جایی که گپ پیامبر میرسه گپ هیچ کس نباید مطرح باشه. او جایی که هدایت پیامبر است هدایت هیچ کس مطرح نیست. او جایی که رضایت پیامبر مطرح است رضایت هیچ کس نباید مطرح باشه. پیامبر که او یک دین خاص به خود نداشت، او پیامبر خداست، پیام آور خداست.
دین خدا را به موضوع آورده. و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى. سخن پیامبر سخن خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اگر خدا را دوست دارین پیروی مرا بکنین، خدا شما را دوست داره. پس کسب دوستی خداوند از طریق متابعت و پیروی پیامبر ممکن است. همه را فرو گذاشتیم بازم جنت میخواهیم. استغفر الله. والعاجز من اتبع نفسه هوا و یتمنى علی الله. انسان بیچاره کیست؟ انسان ذلیل، انسان نافهم، خدا تابع هوا و هوس ساخته، تا دو گوش غرق معصیت و جهالت است. از خداوند آرزوی نیک داره. جنت کمتر هم نه، جنت فردوس میخواه، جنت برین میخواه، عالی ترین مقام جنت میخواه، اما خودش تا دو گوش در فساد غرق است، در گناه غرق است. یک گناه ایست که یک انسان صراحتا گناه میکنه، این گناه هم کمتر از اون است که بر از اون نگویی که این گناه است. شما آگاه هستین از سرنوشت قوم بنی اسرائیل. وقتی گوساله پرستی کردن 3 گروه بودن. یک گروه عبادت میکرد، یکی نه عبادت میکرد، نیوارا چیزی میگفت، یکی دیگه عبادت هم نمیکرد، یارم من نمیکرد. عذاب خدا که فرا رسید، اما کسایی که عبادت هم نمیکرد و چیزی هم نمیگفت، گفت بکشین کسایی که گوساله را عبادت میکردن. بعد از اون کسایی که منم میکرد عبادت هم نمیکردن، گفت بکشین این کسایی را که عبادت هم نمیکردن و منم نمیکردن. اینطور انسان ها در جامعه اسلامی مفید نیست. مفید کسی است که به عنوان یک طبیب وقتی که مرض دید عاجل علاجش کنه. با بقای گناه در جامعه اسلامی نباید صبر کرد. او گناه به او خاص نیست. امروز اگر او را میسوزانه فردا تو را میسوزانه. گناه یک مرض ساری است. دوستای محترم، نبی کریم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث فرموده است، میگه مثال انسانایی که گناه میکنن و کسای دیگه منع نمیکنن یا میکنن مثل که یک کشتی 2 طبقه است، 2 منزله. یک تعداد انسان‌ها در منزل زیر و یک تعداد انسان‌ها در منزل سر. همین انسانایی که در منزل زیر است وقتی که در او ضرورت پیدا میکنن، اینا میرن در منزل سر، از لب کشتی از بحر او میگیرن، باز پس پایین میشن در منزل زیر. یکی از این افراد منزل زیر نظر میده، میگه هر دفعه خب ما نمیشه که بریم مردمای دیگر رو اذیت کنیم و کسی را دستش لغت کنیم، کسی را پایش او بگیریم، اما کنجک کشتی را شکافت میکنیم، نزدیک همیشه او میگیریم. آن میگه ای افراد دیگه اگر این از این کارش منع نکنن سراسر کشتی غرق میشه. باید این تکلیف قبول کرد تا ای که از این غرق و از هلاک نجات پیدا کرد. آل صدها انسانی که در جامعه ما رخنه کردن، بنوای مختلف فساد میکنن، دین تخریب میکنن، دنیا را تخریب میکنن، عزت و شرف دینی را تخریب میکنن، کشتی را شکاف میکنن، این جنابا اصلا عمل از خود نجات نمیده. والله العظیم اول تو انسان بی مسئولیت، بی احساس، انسانی که اصلا به صورت مرده هست، اول تو غرق خواهد شدی. دست فاسد باید گرفته شد، مرض از او را باید علاج کرد. من تعجب میکنم به یک جامعه اسلامی که صرف از نام اسلام بهره از دین وجود نداره. سید نورسی صاحب یکی از دانشمندان خوب اسلامی در ترکیه بود. گفت زیبنده خویی بود، چقدر گپی بجا بود که امروز در جامعه در برابر یک فاسد 10 دعوتگر مسلمان ما می داشتیم تا او را از فسادش دستش می گرفتن. اما متاسفانه بسیار دردآور است، بسیار دردآور که ما فعلا در برابر 10 فاسد 1 دعوتگر مسلمان نداریم. 1 نفر جرأت گفتن حق نمیکنه، یا از فوت شدن دوستی و ارتباطات میترسه، یا از فوت شدن امکانات مادی میترسه، یا از ظلم و شکنجه میترسه. این ترس تو را به کدام جا خواهد رسانید؟ تو را به همون جای خواهد رسانید که سرنوشت دیگرها به می سرنوشت دچار شده.
اتقوا الله فإن التقوا رأس الطاعات. از خدا بترسین. ترس خدا سر تماما طاعات است. اگر دنیای نماز و روزه و زکات و حج تو با خود داری، اما ترست از خدا کامل نیست، این تماما اعمال تو مثل یک تن بی سر، یک جسم بی سر است. تا جسم انسان سر نداشته باشه، این دارای کدام اهمیتی نیست.